السلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، آیا میدانید برای چی بعضی نفرها از قرض نجات نمییابند؟ قرض بالای قرض بالای قرض، از این قرض میگیرد به این میدهد، از این میگیرد به این میدهد، حیاتش همیشه درون قرض است. یکی از سببهایش را پیامبر صلی الله علیه و سلم 1400 سال قبل برای ما و شما بیان کردند. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیحی که امام بخاری رحمت الله علیه از ابو هریره رضی الله عنه روایت کردند چنین فرمودند: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه و من اخذ يريد اتلافها اتلفه الله. کسی اگر از مردم مال و اموال را قرض گیرد و قصدش برگردانیدن مال آنها باشد، الله تعالی از نام او برمیگرداند، یعنی الله برایش کمک میکند برای برگردانیدن. و کسی اگر قرض بگیرد و قصدش نیتی اتلاف است، نیتی برنگردانیدن است، اتلفه الله، الله تعالی او را تلف میگرداند، یعنی مال و اموال او را تلف میگرداند، هلاک میگرداند. الله تعالی او را از قرض هرگز نجات نمیدهد. ببینید امروز بسیاری نفرها وقتی قرض میگیرند پروای برگردانیدن قرض را ندارد، به قول مشینک شده رفتند. بنابراین وقتی ما در برنامه گذشته درباره فضیلت قرض دادن و اجر و حسنات انسانی که قرض میدهد و برای برادرانش مهلت میدهد، چنین نفرها را در نظر نداشتیم. انسانهایی که همیشه از این قرض میگیرد، از او قرض میگیرد، همیشه قرض میگیرند با نیتی برنگردانیدن. الگه پیش از قرض گرفتن او در قصدش، در نیتش نیتی بد دارد. الله تعالی چنین انسانها را به هلاکت میرساند. همون حالتی که او دارد، حالتی که از همه قرض دار، همون حالتش الگه حالت هلاکیت است. الله تعالی او را در این دنیا هلاک گردانیده است، تلف گردانیده است، او را از قرض نجات نمیدهد. اما انسانی که مجبور می شود در حالت چنانی که گفتیم زندگی پستی و بلندی دارد و از حالت ناچاری قرض میگیرد، ولی نیت او، نیتش همین خیلی است که این مال در دست من قرض است و امانت است و هر لحظه شب و روز کوشش میکند که همون قرض را چیکار کند؟ برگرداند. الله تعالی حتما به او کمک میدهد. و سبحان الله بعضی نفرهایی هستند که دارا هست، میتواند که همون قرض را برگرداند. حتی چنین نفرهایی هستند که نمیتواند، دارا است، قادر است، توانا است که قرض را برگرداند، نمیتواند. سبحان الله. آیا میدونید پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق آنها چی گفتند؟ در حدیثی که متفق علیه است، امام بخاری و امام مسلم آن را روایت کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: مطل الغنی ظلم، به تأخیر انداختن قرض از طرف شخصی دارا ظلم است، ظالم است. حتی بعضی علما بناهن بر همین حدیث گفتند که انسانی که دارا است و قرض را نمیدهد شهادتش قبول نمیشود. برای چی؟ برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم را ظالم گفتند، ستمگار است و شخصی ظالم شهادتش قبول نمیشه. وقتی شاهدی میکنند شهادتش قبول نمیشه. و در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم که آن را ابو داود و نسائی روایت کردند و همچنین امام بخاری رحمت الله علیه آن را معلق روایت کردند که پیامبر میفرمایند: لی الواجد ظلم یحل عرضه و عقوبته. شخصی دارا اگر قرض را به تأخیر اندازد، اگر قرض را قادر است، توانا است، ولی بر نمیگرداند، هستند امروز چنین نفرها. میگیری همون قرضت را، اینقدر همون قرضت را گفتی، هر روز قرض میتیم همون قرضت را، با کجا میگریزم؟ میتیم همون قرضت را. چنین نفرها هستند نعوذ بالله، قرض میگیرن اما دلش نمیشود که همون قرض را برگرداند نعوذ بالله. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند به تأخیر انداختن شخصی دارا قرض را ظلم است. یحل عرضه و عقوبته، حلال میگرداند ناموسش را، شأن و شرفش را حلال میگرداند. یعنی به کدام معنا؟ یعنی به آن معنا که انسان اگر یک شخصی دارا قرضش را برنگرداند
و شأن و شرف او در حق او سخن کردن و شکایت کردنش حلال است. میرود نزد قاضی شکایت میکند، میگوید فلانی مشینیک است، قرض نمیتید، قرض گرفته است، دارا است، قادر است، توانا است، اما دلش نمیشود. در وقت گرفتن با هزار سخنها و با هزار وعده ها قرض میگیرند، اما در وقت برگردانیدن نمیتید. همین نفرها شأن و شرف خود را چیکار کردن؟ حلال کردن و عقوبته و همچنین جزا دادنش حلال است. قاضی یا والی حاکم میتواند که چنین نفرها را اگر قرض را ندهند حق دارد که حبس کند، جزا تید. بله، شریعت عادل است. شریعت چنین نیست که انسان وقتی دارا باشد یا به قول مشینیک باشد قرض گیرد، مال و اموال مردم را با راه ناحق وقتی میگیرد و میگوید میگیری کجا رفتیم میتیم اون قرضت را. نه، شریعت چنین نیست. مال مردم برای تو بازیچه نیست، با عرق جبین یافته است آن مال را، باید برگردانی. حق مردم الله تعالی حق خودش را بخشد هم حق مردم را نمی بخشد روز قیامت. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث های صحیح روایت شده است که وقتی می آوردن میت رو، جنازه رو می آوردن، می پرسیدن که آیا برادر شما قرضدار است یا قرضدار نیست؟ وقتی می گفتن قرضدار است، قرضش را می گفتن بدهید شما. تا آن زمانی که قرضدار است پیامبر صلی الله علیه و سلم در حقش جنازه نمی خوندن. و یک مرد یک روز نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند برادرت را من دیدم که در زیر در جنت ایستاده است، نمیمانند که به جنت وارد شود، قرضدار است، قرضش را بده. برادرش میگوید 300 دینار گذاشته رفته است، من میخواستم به فرزندانش به اهل و عیالش نفقه کنم، بعضی قرضهایش بود، قرضهایش را دادم. یک زن آمد دعوا کرد که 2 درهم قرض دارد ولی شاهد نداشت، من قرضش را ندادم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند برادرت در زیر در جنت ایستاده است. تصور کنید از سبب 2 درهم یا 2 دینار به جنت وارد شده نمیتواند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند شاهد نداشته باشد هم بده. و برای همین هم داملاها چیکار میکنند؟ در وقت جنازه هر بار پیش از جنازه خواندن وکیل میت را یا همون کفیل یا پسرش باشد، برادرش باشد، کسی باشد، فریاد میکنند، میگویند اگر کسی دعوای قرض کرد قرضش را بدهید. وقتی به کفالت میگیرد قرضهای میت را سپس جنازه میکنند. بله، شریعت همین خیلی است. قرض بخشیده نمیشود، قرض را باید ادا کنند. ببینید یک روز یک نفر نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید و قرضش را طلب میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم از او شتر گرفته بودند، یک شتر قرضدار بودند. از پیامبر صلی الله علیه و سلم طلب میکند و کمی درشتر با پیامبر صلی الله علیه و سلم مناسبت میکند. صحابه ها میگویند سبحان الله تو با کی چنین رفتار کرده ایستادی؟ و میخواهند که همون نفری که قرضش را طلب کرد و با پیامبر صلی الله علیه و سلم درشتر رفتار کرد میخواهند آن را لطکوب کنند و او را جزایش را دهند. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم که مهربان ترین بشریت بودند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند نه، گذارید او را، حق دارد. صاحب حق همیشه به سخن کردن ما باید تحمل کنیم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند برای او همون شتری که برای من داده بود بپرسید چند ساله بود، چه خیل بود و آن را بدهید. صحابه هم میبینند که مثل شتری او نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم را میگویند که به مانند شتری او نیست، اما بهترش است، خوبترش است، سالش کلانتر و با بزرگتر و قیمتترش است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ان خیارکم احسنکم قضاء، از همه بهترین شما همون نفری که در وقت قرض را دادن بهترش را برمیگرداند. میگویند بدهید برایش، بهترش را بدهید. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث صحیح دیگری خود میگویند رحم الله رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا قضى، یا در روایت دیگر و اذا اقتضى. الله تعالی رحمت کند مردی را که آسانگیر است، مهربان است در هنگام یک چیز را فروختن. وقتی میفروشد
کوشش نمی کند که قیمت فروشد، حرکت می کند برای برادرانش ارزانتر بفروشد. و همچنین اذا اشتری، وقتی میخرد کوشش می کند که همین 1 سوم زیادتر برای کی باشد؟ برای برادری خودش باشد. چنانکه که الله تعالی گفته است ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، شما چیزی مردم را، مال و اموال مردم را پست نزنید، خسیس نشوید. گفته است الله تعالی بنده مؤمن و مسلمان خسیس نمی شود، پست نمی زند اموال مردم را، به خاک سیاه به خاک زمین یکسان نمی کند. وقتی میخرد چیکار میکند؟ کوشش میکند که حد اعتدال رو رعایت کند، مهربان باشد، کمتر هم باشد، البته وقتی قادر است و توانا است زیادتر و بیشتر دهد. و همچنین اذا قضا و اذا اقتضى، وقتی قرض میگیرد یا قرض رو میدهد. وقتی قرض میگیرد مهربان است، وقتی قرض میدهد مهربان است. چقدر کوشش میکند، اما به شرطی که شرط نگذارد. قرض دهنده بعضی ها میگویند که مایلش من به همین قرض رو میدهم برای تو فایز، از تو فایز طلب نمیکنم ولی از پیش خودت یک چیته. نه، این علاقه چی میشد؟ ربا میشد. نعوذ بالله، درست نیست، جایز نیست. اما اگر یک انسان وقتی قرض میگیرد مهلت قرضش تمام میشه و قرضش رو بهتر و خوبتر یا زیادتر برمیگرداند، از پیش خودش، قرض دهنده طلب نکرده است، از پیش خودش میکند، البته این چی است؟ خوب و بهتر است. الله تعالی رو دعا کنیم که الله تعالی ما و شما اهل ایمان را هدایت کند و الله تعالی هر یکی ما و شما را از قرضها نجات دهد، از قرضهای الهی و از قرضهای بندگی و از قرضهای مردم. الله تعالی ما و شما را نجات دهد و نیت ما، دل ما و شما را صاف و بغبار گرداند. وقتی روزی میباید که مجبور میشیم از دوستمان، از برادرمان قرض طلب میکنیم، همون حدیثی که گفتیم که در جنت، نفری که در زیر در جنت ایستاده بود و در آمده نمیتوانست، همون را به یاد آورده قرض بگیریم و قرض را برگردانیم. الله تعالی موفقتان گرداند تا نوار آینده. الله نگهبانتان باشد.